به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به خبرهای این ساعت از امت نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 14 اسد سال 1404 خورشیدی است. در آغاز توجه شما را به سرخط مهمترین خبرهای روز جلب می کنم. سرخط خبرها: دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو دستور اشغال کامل نوار غزه را صادر کرده است. هدف اصلی این عملیات مناطقی است که گروگانها در آن نگهداری می شوند. این تصمیم در حالی اعلام شد که حملات رژیم صهیونیستی به غزه همچنان ادامه دارد. 2 کشته و 6 زخمی در مهمانی شبانه در آمریکا بر اثر تیراندازی در یک مهمانی پس از جشنواره موسیقی در مرکز شهر لس آنجلس. 2 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. یک فرد مسلح در محل حادثه توسط نیروهای پلیس بازداشت شد. ادامه جنایات اسرائیل در غزه: 40 شهید در 24 ساعت گذشته. منابع محلی در غزه گزارش دادند که در حملات هوایی و توپخانه جدید رژیم صهیونیستی دست کم 40 فلسطینی طی شبانه روز گذشته به شهادت رسیدند. ارسال کمک‌های بشردوستانه کانادا به غزه: دولت کانادا اعلام کرده که 21600 پوند حدود 9.8 تن کمک بشردوستانه را به صورت پرتاب هوایی به نوار غزه فرستاده است. همچنین کانادا اعلام کرده که در اجلاس آینده سازمان ملل در ماه سپتامبر فلسطین مستقل را به رسمیت خواهند شناخت. یونیسف میگوید کودکان غزه زیر بمباران خاموش میشوند. یونیسف هشدار داده است که به طور میانگین هر روز 28 کودک در غزه جان خود را از دست میدهند. این سازمان تاکید کرده که گذرگاه‌های کمک رسانی هنوز بسته‌اند و کودکان با بمباران، گرسنگی و کمبود دارو مواجه‌اند. خواست اصلی یونیسف آتشبس فوری و ارسال فوری کمک‌های انسانی است. باز پرداخت پول اضافه حجاج اعلام شد. شیخ نور محمد ثاقب وزیر ارشاد، حج و اوقاف امروز در یک نشست خبری گفت مبلغ مجموعی حج امسال بیش از 8 میلیارد افغانی بوده و از میان بیش از 115 میلیون افغانی اضافه باقی مانده که به حجاج باز پرداخت می شوند. هر حاجی نزدیک به 4000 افغانی دریافت خواهد کرد. کمک 7 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به افغانستان: اتحادیه اروپا اعلام کرده که مبلغ 7 میلیون یورو برای بهبود خدمات صحی در افغانستان اختصاص داده است. این کمک ها در بخش های واکسیناسیون، تجهیزات صحی و دارو مصرف خواهد شد. از همراهی شما با بسته خبری امروز امت نیوز سپاسگزاریم. تا دیدار بعد، خداوند نگهدار شما باد.